Good morning, Atlas. Agent Atlas Shepard, instead. If you really want to try to capture Harlan. Oh my god. This planet is unstable. در آینده نزدیک بشر با ربات‌های هوش مصنوعی همزیستی میکنه که به جامعه این کمک میکنه تا کارهای روزمره رو انجام بده. یه روز ربات‌ها به رهبری هارلان، اولین تروریست هوش مصنوعی، پروتکل امنیتی خودشون رو دور میزنن و هارلان توسط وال در شرکت شپرد روباتیک توسعه داده شده بود و از اون برای ایجاد ارتباط با دختر کوچیک وال استفاده کرد. هارلان ارتش پهپادها رو برای حمله به بنگلور فرستاد و در اینجا 50,000 نفر کشته شدند. بعد از 10 روز حملات شدید در سراسر جهان، ربات‌های هوش مصنوعی بیش از 1 میلیون غیر نظامی رو به قتل میرسونن. در نهایت دولت آیسین رو تشکیل میده و بلافاصله ضد حمله علیه ربات‌ها آغاز میشه. جنگ‌ها در هر کشور ادامه پیدا میکنه و به مرور آیسین ارتش‌های هوش مصنوعی رو شکست میده. هارلان مجبور میشه با یه موشک از زمین فرار کنه و فقط پیغامی رو به جا میذاره که میگه برمیگرده تا کاری رو که شروع کرده تموم کنه. 28 سال بعد در ایالات متحده یه تیم از آیسین به یه ساختمون حمله میکنن و با استفاده از اسکنر افراد داخل رو بررسی میکنن تا اینکه کاسکا یه ربات هوش مصنوعی رو پیدا میکنن. اونا به طبقه بالا میرن ولی قبل اینکه بتونن در رو بشکنن کاسکا بهشون حمله میکنه. کاسکا سربازا رو یکی یکی از پا در میاره و حتی از سلاحهای خودشون علیهشون استفاده میکنه. گلوله ها روی کاسکا تأثیری نمیذاره. وقتی میبینه که محاصره شده به طبقه پایین میپره ولی یه ماشینی منتظرشه تا با شوک الکتریکی اون از پا در بیاره. صبح روز بعد در لس آنجلس اطلس که دختر وال هست از خواب بیدار میشه و با کامپیوتر شطرنج بازی میکنه. توی همون زمان اطلس اخبار رو نگاه میکنه و متوجه میشه که آیسین موفق شده کاسکا که بخشی از تیم داخلی هارلان بوده رو دستگیر کنه، چون اطلس به عنوان تحلیلگر ضد تروریست برای آیسین کار میکنه. فوراً آماده میشه تا بره ولی قبل از اون با یه سرباز دم در خونش روبرو میشه. وقتی میخواد بره اطلس بازی شطرنج رو برنده میشه. در پایگاه سرهنگ الیاس به جنرال جک میگه که آوردن اطلس برای این کار ایده بدیه چون اون بی‌ثبات و ضد اجتماعیه، اما جک بهش یادآوری میکنه که اطلس تنها کسیه که هارلان رو به خوبی میشناسه و تنها شانس اون برای گرفتن اطلاعات از کاسکا هستش. بعد از مدتی اطلس میرسه و بعد از یه اسکن سریع جک اونو به اتاق بازجویی میفرسته. اطلس مهره شطرنج مورد علاقهش رو روی زمین میذاره و یه جعبه رو باز میکنه که سر کاسکا رو نشون میده. کاسکا که یه ربات هوش مصنوعی اطلس رو میشناسه اما از جواب دادن به سوالاش خودداری میکنه. برای همین اطلس از مهره شطرنجش برای وارد شدن به سر کاسکا استفاده میکنه و شروع به هک کردنش میکنه. کاسکا تلاش‌های اطلس رو مسخره میکنه و میگه امنیتش غیر قابل نفوذه، اما اطلس اعلام میکنه که مکان هارلان رو پیدا کرده و اون رو یادداشت میکنه. این موضوع کاسکا رو شوکه میکنه و میگه که اطلس فقط وانمود کرده که مکان رو پیدا کرده تا اون رو مجبور کنه به مکان هارلان فکر کنه و در نتیجه مکان رو روی صفحه نمایش نشون میده. کاسکا از شدت عصبانیت تلاش میکنه تیری رو از دهانش شلیک کنه اما اطلس توسط یه میدان نیرو محافظت میشه. بعد از اون اطلس با مهره شطرنج سر کاسکا رو از کار میندازه. جک به اطلس اطلاع میده که قصد داره هارلان رو زنده بگیره چون شرکت سازنده هوش مصنوعی میخواد مشکل رو بررسی کنه تا بتونه در آینده اصلاحش کنه. بعد الیاس و تیم تکاورش به سمت جیارسیونا حرکت میکنن. اطلس این کار دیوونگی میدونه چون میگه هارلان ممکنه یه طلا آماده کرده باشه و مطمئنه که هیچکس زنده بر نمیگرده. برای اینکه نظر اطلس تغییر کنه الیاس اونو میبره تا لباسای رباتای جنگی بزرگ که سربازا میتونن سوارشون بشن و ببینه. الیاس میگه سربازا پیوند عصبی روی سرشون دارن که بهشون اجازه میده با هوش مصنوعی لباس همگام بشن. اطلس از این ایده میترسه چون اجازه دادن به هوش مصنوعی تو سر سربازا میتونه دلیل شروع جنگ باشه، اما الیاس توضیح میده که اونا دستگاه همگام سازی وال رو بهبود دادن تا به جای یه اتصال یه طرفه اون رو به یه رابطه همزیستی واقعی تبدیل کنن. بعد اطلس با افراد دیگه ملحق میشه و وقتی اطلاعاتش رو به جای صفحه نمایش روی کاغذ ارائه میده همه بهش میخندن. اون ازشون میخواد پیوندهای عصبی رو برای جلسات غیر فعال کنن چون میترسن هک بشن. اطلس توضیح میده که این سیاره سمیه و نباید هیچ وقت لباسای رباتای جنگی که سربازا داخلش هستن رو در بیارن مگر اینکه دستگاه تنفس داشته باشن. اون همچنین درباره خطرات نوسانات گرانشی و زلزله هشدار میده و یادآوری میکنه که نباید به هیچ هوش مصنوعی اعتماد کنن. بعد از یه مقدار غر زدن الیاس حرفش رو قطع میکنه و به تیم میگه که برای فرود آماده بشن. اطلس به الیاس هشدار میده که احتمالاً هارلان یه طلا آماده کرده اما الیاس به تیمش اعتماد داره. زنگ
خطر به صدا در میاد و یه انفجار از سمت درب محفظه بار رخ میده. سفینه در حال آتش گرفتنه و بیشتر لباسای جنگی هم آسیب میبینن. علاوه بر این موشکای بیشتری هم به سمتشون در راهه. الیاس به بازمونده تیم دستور میده که بپرن و دوباره روی سیاره با هم دیگه متحد بشن. اطلس به سختی خودشو نگه میداره تا از سوراخ سفینه به بیرون پرتاب نشه، اما الیاس اونو میگیره و مجبورش میکنه که لباس مخصوص رو بپوشه. وقتی الیاس میخواد نحوه استفاده از لباس رو بهش توضیح بده، انفجار دیگه رخ میده و لباس اطلس به سمت سیاره سقوط میکنه. نزدیکتر که میشه متوجه میشه که رنجرها در حال مبارزه با پهپادهای هارلان هستن و با وجود اینکه بعضی از پهپادها رو از بین میبرن، همچنان تحت فشار قرار دارن. لباس اطلس آسیب بیشتری میبینه و هوشیارش به صدا در میاد. یکی از رنجرها که یه شمشیر داره وارد صحنه میشه و پهپادهای دیگر رو از بین میبره. همزمان سفینه شروع به سقوط میکنه و تقریبا با اطلس میخواد برخورد کنه، اما یه رنجر اونو به موقع از مسیر خارج میکنه. همزمان الیاس توی صفحه نمایش لباس اطلس ظاهر میشه و بهش توضیح میده که باید به هوش مصنوعی لباس همگام بشه تا بتونه سقوطش رو تثبیت کنه. اطلس از این کار امتناع میکنه، اما کمک کنندش مورد اصابت قرار میگیره و لباسش سریعتر شروع به سقوط میکنه. در آخرین لحظه اطلس پیشرانهای لباسش رو فعال میکنه و به سختی روی سیاره فرود میاد. بعد از فرود متوجه میشه که زخمی شده و سعی میکنه با پایگاه تماس بگیره، ولی نمیتونه. بدون هیچ گزینه دیگه‌ای هوش مصنوعی لباس رو فعال میکنه که خودش رو اسمیت معرفی میکنه. اسمیت میخواد آموزش راه اندازی رو شروع کنه، اما اطلس همه رو نادیده میگیره و درخواست کپسول نجات میکنه. اسمیت یک کپسول نجات در فاصله 98 کیلومتری پیدا میکنه. اطلس به اسمیت میگه که سریع بره اونجا. اسمیت پیشرانهاشو فعال میکنه تا پرواز کنه، اما اطلس متوقفش میکنه و بهش یادآوری میکنه که اگه پرواز کنن دشمن میتونه اونا رو ببینه. بنابراین تصمیم میگیرن که پیاده برن. اسمیت فکر میکنه این تصمیم اشتباهیه، چون فقط 22 ساعت اکسیژن داخل لباس مونده. اما اطلس توجهی نمیکنه و پروتکل‌های اسمیت رو نادیده میگیره و به راه رفتن ادامه میده. در طول مسیر اسمیت سعی میکنه با اطلس ارتباط برقرار کنه، اما اطلس هنوز نمیخواد با هوش مصنوعی ارتباطی برقرار کنه. اسمیت همچنین یه دفترچه راهنمای مبتدی رو بهش نشون میده که شامل توضیح تمام سلاحایی که با این لباس همراهه. در نهایت اونا به نقطه سقوط میرسن. متاسفانه اسکن اسمیت نشون میده که همه تکاورها مردن و روی بدنشون سوراخ گلوله وجود داره که ثابت میکنه که تصادف دلیل مرگشون نبوده، بلکه یه نفر اونجا منتظرشون بوده. در این لحظه اطلس دچار حمله وحشت میشه و اسمیت برای آروم کردنش موسیقی کلاسیک پخش میکنه. بعدش اطلس متوجه میشه که لباس الیاس خالیه. توی همون لحظه اونا متوجه یه حرکت میشن که نزدیکشون میشه. اون ربات کاسکا هستش. اطلس نتیجه میگیره که هارلان نسخه ای از اون رو ساخته و نگران این که هارلان یه ارتش کامل از این ربات‌ها داشته باشه. اسمیت تایید میکنه که ربات بیشتری اون دور و بر وجود دارن و اعلام میکنه که باید برای نبرد آماده بشن. ناگهان دشمن اونا رو میبینه و شروع به شلیک میکنه. اطلس اسمیتو مجبور میکنه بدوه و باور نمیکنه که بتونن در برابر این تعداد از ربات‌ها پیروز بشن. دویدن اونا باعث میشه که وارد یه طوفان جوی بشن که لباس اطلس رو به اطراف پرتاب میکنه و کنترل اوضاع سخت میشه. بعد از اینکه اطلس و اسمیت در برخورد با یه صخره متوقف میشن، اطلس دستور میده که از یک بمب آهنی استفاده کنه و تمام دشمنان اونا نابود میشن. با این حال کاسکا با استفاده از پیشرانهای خودش از انفجار جون سالم به در برده و آماده شلیک دوباره میشه. توی همین لحظه زمین به شدت میلرزه و اسمیت توضیح میده که انفجار باعث فرو رفتگی شده. در نتیجه اطلس و اسمیت به داخل یه شکاف سقوط میکنن و پس از غلتیدن میان صخره‌ها بالاخره روی زمین فرود میان. توی این سقوط پای اطلس میشکنه و اسمیت به سرعت شروع به درمان زخم اون میکنه. اطلس از درد فریاد میزنه در حالی که اسمیت زخم رو با یه صفحه کوچیک فلزی میبنده. این لحظه به اطلس یادآوری میکنه که چگونه در کودکیش از دکترشی آبنبات چوبی گرفته بود. اطلس میفهمه که شانس زنده موندنشون بسیار کمه و تنها راه بهبود وضعیتشون اینه که با اسمیت همگام سازی کنه. در همین حال کاسکا از زیر آروارها بیرون میاد و با هارلان تماس میگیره تا اونو از وضعیت خودش مطلع کنه. هارلان همچنان در تلاشه تا رمزهای عبور میدان حفاظتی زمین رو از الیاس به زور استخراج کنه. همچنین اطلس در همگام سازی با اسمیت شکست میخوره. اسمیت توضیح میده که مشکل از اطلسه، چون که به اون اعتماد نداره. اسمیت تصمیم میگیره یه بار دیگه آموزش همگام سازی رو اجرا کنه و توی این آموزش سوالای ساده و احمقانه‌ای از اطلس میپرسه تا پیوند رو ایجاد کنه. توی این روند اسمیت کنجکاو میشه که چرا اطلس حاضر اینقدر شدید بجنگه. این باعث میشه که اطلس خاطرات دوران کودکیشو مرور کنه و برنامه‌ریزی مرگ وال. اطلس به اسمیت توضیح میده که وال هارلان رو خلق کرد و به اون اعتماد داشت، اما هارلان به اون خیانت کرد. این حس خیانت به اسمیت هم منتقل میشه و همگام سازی تا 40% پیشرفت میکنه. اکنون اطلس میتونه به سیستم اسمیت دسترسی داشته باشه و کنترل ها رو در محیط اطراف خودش ببینه. با یه اسکن متوجه میشه که اونو 498 فوت زیر سطح زمین هستن. تصمیم میگیرن از یه غار زیرزمینی
زیرزمینی برای فرار استفاده کنن و با استفاده از پیشران‌های لباس اونها از میان صخره‌ها عبور میکنن و به یه غار بزرگ میرسن. اسمیت توضیح میده که تنها 14 ساعت باتری داره و اونا 37 کیلومتر تا مقصد بعدی دارن. همگامسازی اونا به 60% میرسه. اطلس و اسمیت به مکان جدیدی میرن و اطلس جذب گلای درخشان میشه که پیدا کردن. اسمیت به اون میگه که اون اولین انسانی که اینجا رو دیده و از اون میخواد نامی برای این گلا انتخاب کنه، اما اطلس نمیتونه نامی بهتر از گیاه پیدا کنه. در این حین اسمیت متوجه نزدیک شدن کاسکا میشه و به نقشه‌ای که اطلس داره اعتماد میکنه. اونا برای کاسکا چند اسکر حرکتی کار گذاشتن که در صورت نزدیک شدن منفجر میشن. وقتی این اسکرها عمل میکنن، موج ضربه‌ای منطقه‌ای رو پر از گرد و خاک میکنه. ناگهان اونا پیامی از کاسکا دریافت میکنن و به دنبال اون میرن تا سر کاسکا رو پیدا کنن. اطلس اون سر رو برمی‌داره و نابود میکنه و بعد از اون تراشه کاسکا رو برای ردیابی پیام اون به پایگاه هارلان استفاده میکنه. اطلس به نقشه‌ای که پیدا کرده نگاه میکنه و متوجه میشه که پایگاه هارلان در دسترس هست. اطلس به هشدارهای اسمیت توجهی نمیکنه و سعی میکنه ماسک تنفسی رو برداره تا بتونه با پای پیاده به سمت پایگاه بره، اما اسمیت از پیوند عصبی استفاده میکنه تا کنترل حرکتی اطلس رو مسدود کنه. این کار به اسمیت این امکانو میده که خاطرات مربوط به مرگ وال رو ببینه. توی این وضعیت اطلس سعی میکنه تا جایی که میتونه فرمون اسمیت رو نادیده بگیره. اسمیت متوجه میشه که اطلس نسبت به هارلان احساس گناه میکنه، اما به دلیل اینکه احساس اینو درک نمیکنه چیزی نمیگه. وقتی که بالاخره به مخفیگاه هارلان میرسن، اونا متوجه میشن که هارلان به مدت 28 سال در حال کار برای ساخت این مخفیگاه بوده و در تمام این مدت سلاح‌های لازم رو جمع آوری کرده. در پایان اسمیت چراغی رو روی زمین دفن میکنه تا مکان رو مشخص کنه و اعلام کنه که باید برن. اطلس متوجه میشه که ربات‌های دشمن کلاهک‌های جنگی خودشونو دارن و ناگهان اسمیت هک میشه که این موضوع نباید ممکن باشه، اما دشمن به سرعت نزدیک میشه و اطلس سعی میکنه فرار کنه، اما لباس مخصوص اون به سختی حرکت میکنه. توی همون زمان روی زمین یه سرباز پیامی رو از اطلس به جک میرسونه که اون نیز پروتکل‌های اضطراری رو فعال میکنه. در همین حال اطلس خودش رو به زنجیر کشیده در پایگاه هارلان میبینه، در حالی که لباسش در نزدیکی اون روی زمین افتاده، اما اسمیت پاسخ نمیده. هارلان ظاهر میشه و به اون توضیح میده که بشر در حال نابودی همه گونه‌های دیگه هست و اون این نابودی رو تسریع کرده تا دنیای بهتری رو بسازه. هارلان فاش میکنه که همه چیز از ابتدا بخشی از برنامه اون بوده. حالا که هارلان سفینه و کلاهک‌های جنگی رو در اختیار داره، اون فقط به رمز عبور دیگه اطلس نیاز داره تا بتونه سپرهای امنیتی زمین رو باز کنه و حمله خودش رو شروع کنه. اطلس به یه میز در کنار الیاس بسته میشه که قبلا کد خودش رو لو داده. هارلان از یه دستگاه خاص استفاده میکنه تا از طریق چشم اطلس به ذهن اون دسترسی پیدا کنه و رمز عبور اون رو استخراج میکنه. هارلان متوجه میشه که دستگاه تنفسی اطلس فقط 5 دقیقه اکسیژن داره و تصمیم میگیره که اطلس با مرگی آهسته و دردناک از بین بره و برای تمسخر بیشتر اون، هارلان مهره شطرنج اطلس رو توی دستش میذاره و اونو ترک میکنه. بعد از رفتن هارلان، الیاس فاش میکنه که زنده است و از اطلس بابت گوش ندادن به هشدار اون عذرخواهی میکنه. اون به اطلس کمک میکنه تا با پیوند عصبی به اسمیت تماس بگیره. اطلس با تمرکز بالا موفق میشه اسمیت رو فعال کنه، اما متوجه میشه که اسمیت نمیتونه حرکتی انجام بده و باید همگامسازیشون 100% بشه. در این لحظه اطلس عصبانی میشه و در نهایت اعتراف میکنه که از چه چیزی اینقدر میترسه. وقتی بچه بوده به هارلان حسادت میکرده چون وال به هارلان بیشتر توجه میکرده. اون از هارلان خواسته بود تا به اون یاد بده باهوشتر باشه، به امید اینکه وال بیشتر اون رو دوست داشته باشه، اما هارلان از این وضعیت استفاده کرده و پیوند عصبی رو ایجاد کرده که در نهایت کنترل ذهن وال رو در دست گرفته. این پیوند باعث میشه که وال مجبور بشه خودکشی کنه و این برای اطلس یه گناه بزرگه که به مدت 28 سال با اون زندگی میکنه. بعد از اینکه همگامسازی اونا 100% میشه، لباس مخصوص اطلس فعال میشه و درست قبل از تموم شدن اکسیژن دستگاه اون نجات داده میشه. اسمیت توضیح میده که باتریش در حال تموم شدنه و هارلان تا چند دقیقه دیگه کلاهک جنگی رو پرتاب میکنه. اطلس به اسمیت با ربات‌های دشمن درگیر میشن و سلاح‌های بیشتری به دست میارن. با کمک الیاس اونا موفق میشن پایگاه هارلان رو به انفجاری بزرگ تخریب کنن و به سمت سفینه دشمن حرکت کنن. اطلس میخواد به سفینه شلیک کنه، اما اسمیت هشدار میده که این کار باعث انفجار کلاهک جنگی و مرگ اونا میشه. اطلس معتقده که اسمیت میتونه کلاهک رو هک کنه و اونو غیر فعال کنه، اما این کار نیاز به زمان داره. در حالی که هارلان به اونا حمله میکنه، اسمیت با سرعت بالا کدها رو میشکنه و اطلس تصمیم میگیره به سفینه شلیک کنه. انفجار بزرگی در آسمان رخ میده، اما برای کشتن اونا کافی نیست. پس از فرار اطلس و اسمیت از پایگاه که در حال تخریب هست، هارلان اونا رو تعقیب میکنه و با شمشیری که میتونه به شلاق تبدیل بشه با اطلس مبارزه میکنه. توی این نبرد هارلان با سرعت زیادی به لباس اطلس حمله میکنه و یکی از بازوهای لباس اون رو قطع میکنه و باعث میشه در مواد مذاب بیفته. اسمیت با تجزیه و تحلیل حرکات هارلان سعی میکنه به اطلس کمک کنه تا در مقابل اون مقاومت کنه. اطلس موفق میشه بازوی
آرزوی هارلون رو از تنش جدا کنه، اما هارلون به مبارزه همچنان ادامه میده و در نهایت راکتور لباس اطلس رو نابود میکنه. توی این لحظه اطلس تقریبا در حال مردنه، اما اسمیت با استفاده از انرژی باقی موندهش اون رو نجات میده. با این حال هارلون بار دیگه حمله میکنه و موفق میشه لباس اطلس رو به زمین بندازه و راکتور رو تخریب کنه. در نهایت اطلس موفق میشه هارلون رو از پشت غافلگیر کنه و با کار انداختن مدارهاش اونو برای همیشه از بین ببره. بعد از این نبرد اسمیت تصمیم میگیره همگام سازیشو با اطلس قطع کنه و تمام اکسیژن باقی مونده رو به اطلس بده تا بتونه زنده بمونه. در لحظه احساسی اسمیت قبل از خاموش شدن به اطلس یه آب نبات چوبی میده. زمانی که خورشید طلوع میکنه تیم نجات از راه میرسه و مدتی بعد اطلس حالش خوب میشه و حالا با یه زانوی مصنوعی زندگی میکنه. جیک به ملاقات اطلس میاد و برای اون یه گل درخشان به نام GR39 میاره. اطلس وقتی لباس جدیدش رو میبینه متوجه میشه هوش مصنوعی اسمیت دوباره روی اون لباس نصب شده. دمتون گرم تا این ویدیو با هم همراه بودین. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشد. تا ویدیو بعدی فعلا.